یه بخش خیلی مهم که ما بتونیم دانلود منیجر رو به مرورگرامون وصل کنیم اینه که بعد بریم توی تنظیماتش. خب بخشی هست به نام اکستنشن. این توی همه مرورگرا هست. مثلا من دارم با فایرفاکس کار میکنم، میتونم اینجا نیم سرچ کنم IDM یا اینترنت دانلود منیجر. خب اکستنشن حالا اشتباه نوشتم، خودش تصحیح میکنه. مثلا فور برای مثلا کروم فایرفاکس، من میزنم فایرفاکس. خب بعد رو اولیش کلیک میکنیم، اصولا اولیه که همون افزونه ها میشه. خب افزودن به فایرفاکس رو میزنم یا اد، بعد یه گزینه اینجا میاد ادو میزنم، تیکو میزنم، اوکی. نیا کنین اینجا اینترنت دانلود منیجر آیکونش اضافه شد. خب برای اطمینان یا میبندیم باز میکنیم. حالا مثلا دوباره بریم توی سایت، مثلا دوباره بیایم اینجا کلیک راست کنیم، یه بخش جدید باز شده دانلود ویف IDM. اینو بزنیم مستقیم میره تو دانلود منیجر دانلود میکنه. مثلا بریم سایت آپارات. خب آپارات یه فیلمی رو باز کنیم، بریم دانلودش رو بزنیم، کلیک راست دانلود ویف دانلود منیجر، مستقیم میاره از دانلود منیجر ما بخوایم اون فایل رو دانلود کنیم. این گزینه هم میبینین الان فعال شد. این هم گزینه بود که موقع آموزش دادیم که الان میگه همه رو دانلود کنم، کدومو دانلود کنم برات. میزنیم مثلا اینو دانلود کن برام، این قسمتش رو دانلود میکنم. خب اینم از این بخش. همین رو میتونیم بریم برای کروم هم فعال کنیم. تا قسمت بعد، خداحافظ.